کاسه صبر مردم لبریز شد و امروز همراه بازاریای تهران شروع به اعتراض به قیمت‌ها کردند. دولت هم از ترس باستنش کمی قیمت دلار طلا رو کشید پایین و گفت قرار فیلترها رو برداره و با افزایش تجمع و اعتراضات نیروهای سرکوبگر تلاش کردند تا مردم رو متفرق کنند. در بعضی ویدیوها دیده شده که خشونت‌ها بالا گرفت. بعضی خبرگزاری‌ها هم خبر از وجود لیدرهای علاقمند به آشوب و خرابی خبر دادند ولی مردم همراهی نکردند. تا الان هم بعضی شهرها بعد از تهران شروع به تجمع و اعتراض کردند. از اون ور سوسفرسی ملقب به رضا پهلوی تنها راه نجات ایران رو اتحاد و اعتصابات سراسری در کنار اعتراضات خیابونی دونست. مریم رجوی مادر جهنده هم طبق معمول از قافله جان نموند و از مردم خواست بریزن بیرون. نتانیاهو هم تو این وضعیت سیخ کرده ببینه آیا میتونه از این اعتراضات استفاده بکنه یا نه. بعد از اینکه پزشک لندر دیروز گفت حقوق کارمنده فقط 20% افزایش پیدا میکنه و برای همین سعی میکنه از نظر مالیاتی کمکشون کنه، پالیباف گفت افزایش 20% حقوق کارمنده در بودجه مشکل داره و باید اصلاح بشه. زنگنه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم از طبیعی بودن دلار سربند تومانی خبر داد تا ما از همین الان جا باز کنیم براش. معاون برنامه و بودجه هم افشا کرد که هر چی ارز داشتیم تو 8 ماه اول سال گذاشت دادیم و الان جیبمون خالیه. خاتمات بازی هم تمامی نداره. فرضی رئیس بانک مرکزی استعفاش پذیرفته شد تا همتی که کمتر از یک سال پیش به خاطر دلار 90 تومانی استیضاح شده بود بگیر دستش کیو چیز کارو. طبق خبرگزاری‌های اسرائیلی نتانیاهو دیروز رفت پایمالی ترامپ تا بگه ایران داره موشک‌های بالستیک خودش رو تقویت میکنه و اجازه حمله مجدد به ایرانو بگیره. اما ترامپ خیلی علاقه به حمله نظامی نداره و ترجیحش فشار اقتصادی و سیاسیه. همچنین اسحاق بریک ژنرال اسرائیلی گفته که حمایت آمریکا از حمله اسرائیل به ایران محدوده و جنگ میتونه فاجعه باره باشه. رادیوی آرتس اسرائیل گفته ما آماده پرواز به سمت ایران هستیم. سپاه هم امروز بیانیه داد و گفت غلطی نکنین که بعدش کونتون پارس لارنس نورمن خبرنگار وال استریت جورنال هم گفته ایران در حال تولید 10,000 فراند موشک بالستیک در عرض 3 ساله. تو این آسفته بازار گروه سایبری حنظله هم خبر داده که تلفن همراه رئیس دفتر عمو بنیامین رو هک کرده و کلی اطلاعات محرمانه به دست آورده که سریعاً دفتر نتانیاهو تکذیب کرد و گروه حنظله با نشون دادن بیلاخ 110 صفحه از مخاطبین تلفنی بریورمن رو منتشر کرد. ترامپ در نشست خبری با رئیس جمهور اوکراین گفت نزدیک 95% در حل مشکلات پیشرفت داشتیم و فکر میکنم در چند هفته بتونیم به توافق برسیم، البته اگه یه بگی جدید رخ نده. همچنین گفت 2.5 ساعت با پوتین صحبت کردم و اون خیلی مستیه و حیفه که تجارت ما با روسیه از بین رفته. به توافق نزدیکیم. چین هم از بیکاری خسته شد و اومده به اسم تمرین نظامی تایوان رو کاملا محاصره کرده. این وسط 3 ماهواره ایرانی از پایگاه روسیه به فضا پرتاب شدن. این 3 ماهواره داده‌های تصویری رو مخابره و به صورت دقیق وضعیت منابع آب و خشکسالی رو رصد می‌کنن و کاربردهایی برای کشاورزی، محیط زیست و منابع آب دارن. دیشب مراسم گلوب ساکر بود و برترین های سال فوتبال با رأی مردم به این شکل مشخص شدن. بهترین بازیکن مرد سال عثمان دمبله، بازیکن نوظهور سال دزیر دوه، بهترین هافبک ویتینیا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا لامین یامال، بهترین باشگاه مردان پاریس سن ژرمن، بهترین بازیکن خاورمیانه کریستیانو رونالدو، بهترین بازیکن زن آیتانا بونماتی، بهترین باشگاه بانوان بارسلونا. روبن نوس هم دلش میخواد بر گرده فوتبال اروپا و چند تیم هم علاقمند به جذبش هستن. بارسا هم میخواد ژائو کانسلو رو تو نقل و انتقالات زمستونه برگردونه. تیم ملی الجزایر با درخصص لوکا زیدان، پسر زین الدین زیدان، تو جام ملت‌ها تنها تیمیه که گل نخورده. ساید بگین جام ملت‌های آفریقا جذابیتش کمه و نگاه نکنین، ولی من نظرم متفاوته. ساپینتو هم امروز تو رختکن از بازیکنای استقلال خداحافظی کرد و گفت فردا سر تمرین میبینمتون، چون تا بازی با سپاهان وقت داره خودش رو ثابت کنه وگرنه سیکس زده میسه.
از امروز سامانه برفی وارد کسوور، سد و امسب و صبح فردا اولین بار برف در شمال تهران، قزوین و البرز نمایان میشه. رئیس صنف کارگران گفته دولت حتی رو تخم مرغ کنترل نداره و کل کارگرای کسوور زیر خط فقرن. رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران تهران هم گفته قیمت روغن تو بازار به خاطر کاهش عرضه کلی گرون شده. قیمت دلار 138 خوردی، یورو 162 خوردی، سکه 152 خوردی، طلای 18 عیار هم 14 خوردی. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. انگوس کنین دوستان که هر روز همه خبرها رو تو 5 دقیقه با نیوزیلند میتونین ببینین. زد زیاد.